تو چرا اینجوری نشستی اینجا؟ Good morning brother. بیا پایین بابا، پله کی بهت یاد داده جیران بری؟ چیکار کنم بریم نیم ساعت عوازی رو؟ برو دیگه استاپ نکن دیگه. ها؟ چه خبره جون؟ صبحت بخیر عزیزم. اون دوتا دخترها رو بیرون میکنی یا خارکوسا رو با چوب بگیرم پرت کنم بیرون با این چوب؟ جون؟ حاجی خدای شما پولدارا کیه؟ آقا سلام، صبح شما بخیر. فقط من و حاجی چاپلین اینجاییم، همه رفتن. زمستون سرده، بخوام یه ذره بدن من آب بگیره که مریض نشم. آسپ دارم و اینا بیمارستانی میشم، ریم خراب شه. الان هم که ترک کردم اسپری آسپ کمتر استفاده میکنم چون قلیون هم خیلی بده، یادتون باشه. فعلا کاردیو رو دیگه 40 دقیقه 45 دقیقه نمیزنم، یه روز 25 دقیقه، یه روز 30 دقیقه، یه روز 35 دقیقه، به خاطر اینکه اون بدنه یه ذره گوشت بگیره، یه ذره توپلیشم. وای توپله کاسه ای. آره برای همین امروز 30 دقیقه میزنم. فعلا شده 25:41. آقا سلام، میگم که امروز کلاس گلف و حواستون باشه. یک شنبه هم دارم میرم زمین بزرگ چمن. واو کودتاگر با دختره به هم زدم و میدونی همون گفتم میخوام فابریک شم. ویلکام با حوصله داری. ای نه تو به من نمیگی چرا نمیخوای من تو رو کمک بکنم؟ گفتم به چی کمک بکنی؟ نه من به تو کمک بکنم. چرا داری با دشمن فرضی خودت میجنگی؟ به من بگو. گفتم کسخلاره من به تو بگم 2 روز دیگه به هم بزنی بری خارکوسه به همه بگی؟ گفتم من خودم 15-20 سال با همین درگیرم، به الانم تازه گلف باز شدم، میخوام تمام مشکلات رو به توپ به گلف بگم، بزنم زیرش کسکش بگیره ببره. دارم میرم سر کار. امروز جمعه است، فردا آخرین روز سر کار. آقا سلام. پاروین آقا آیفون 15 خیلی کسوشره، نخرین. گوه صدا عقب میاد، صدا جلو میره، استوری نمیره، 5 تا استوری آپلود میشه 5 تا نمیشه، بعد گوشی گیر میکنه. ای خار اون آیفون 15 رو گاییدم. ای استیو جابز خار پدرت گاییدم من. خارکست مگه بهتون نمیگم پی سی ام این خارکست رو ریلیت کن؟ چرا همش میخوای که ریلیترت لکسس بشه؟ آخه برای چی تو لکسس هستی تو کسکش؟ حرکت آخر من حاجی جون بهش میگن کرال پروانه جفتی هوا میره نمیدونه من این حاجی رو نداشتم حاجی مردم میگن شما چقدر سخت تمرین میکنین، چجوری صبح بیدار میشین؟ این هم واجی گفتم ببینیم مثل المپیا نگاه کنیم. گفت نه اگه بیام استیج رو بگیرم یادم بابام گفتم
صبح خارکوسه تیپ حشیش فروش سر گاندی باشه، خیابون گاندی تهران. گاندی بود، گاندی یه رستوران بود، چی بود؟ من اونجا خیلی با دختر میرفتم، توی پاساژ بود، طبقه پایین، ایتالیایی بود. اصلا نمیدونم چه کس بازیه. الان مثلا امروز بیدار شدم سرحال، توپ کس خاره توپ داده، نیم ساعت دیگه خاره آلوغو میگم اینجوری میشم. یو جان کلاس گلف خیلی خوب زدم و آدمای خیلی مهم توی اینستاگرام به من گفتن خیلی یاد گرفتی، گفتن این مال این ضرباتی که تو میزنی مال جلسه ششم، به خدا به جان قدیر بخورم. من انقدر خارش گاییدم، انقدر شوخی کس شعر میکنم، مثلا راست و شوخی من معلوم نیست. جان آیسان تو رو جان قدیر این راست گفتی یا شوخی کردی؟ گفتی که مردم گفتن، واقعا گفتن یا کس میگی؟ کس خودت میگی و حواست باشه. نه گفتم واقعا. خب چی گفتن؟ تعریف کن میدم. نه گفتن آیسان این ضربایی که تو میزنی، حرکت تو، مدل دست تو، اینا، گفت این کار 4-5 ماهه. تو چی گفتی؟ من گفتم دمتون گرم، بازم بگین. تیپو داری؟ با ماشین حاجی میخوام بریم، ماشین من سر کار، اون ماشین تاهوی من. چوبو داری که چوبو گل کنه ها کنیم کدوم مال منه؟ این مال منه. چوبو داری؟ سلطنتی رو تمام طلا سفیده بچه ها. این چوب برای من نزدیک 8 میلیون دلار در اومده. بخوابی 2-3 ساعت دیگه باید بریم اونجا توپ زنی. یه موقع منو کیف منو خواستین، کیف من بچه ها این توه، اینم ویتامینامه. الهی به امید تو، خدا رو 100,000 مرتبه شکرت. بسم الله. حاجی که مثل این پیرزنای فیلیپینی صندلی میاره توی فرمون، بابا عقب دیگه. شماره 3 مال من، حواست هست؟ نگاه کن سر زدم، قدرت و پروردگار نگاه کن، ماشین داره میره. بسم الله الرحمن الرحیم. شیطون زنت گاییدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آره امروز این کلینر میاد خونه رو تمیز کنه، فهمیدی؟ دیشب نیم ساعت صحبت. نه دوستان میگن که کسخل میگه، دوستان به من میگن که تو پلیری، یعنی که دختر بازی. گفتم دوستات کس شعر میگن. میگه گفتم خود دوستات احتمالاً من خوششون میاد، آمریکاییه یارو. گفتم تو گفتی میخوایم ما با هم بمونیم. گفتم خب کسخل پسرا چی میگن اول همه؟ نه روز اول بگم با تو نمیخوام بمونم. گفتم پسرا همین تریکو میزنن دیگه، میگن بیا با هم دیگه بمونیم، بعدا نمیمونن. گفتم زیاد سخت نگیر کسخل. گفتم من به دردتون نمیخورم. گفتم بعد زندگی تو به گاییدن میره. فکر کنم فهمید دیگه. صبح تک بود اون موقع بهت میگم تا من اگه داشت سبقت میگرفت عصبی میشد، میگفت مثلا هیز اخی، میگفت اون اخیه. چقدر تو بامزه. بعد فهمیدم که این اخی منظورش اخی نیست، انقدر که با کلاسه میگه اخی یعنی برادر. نگو حاجی چند سال تو دبی هم اقامت داشته. حاجی تعریف کن، میگفتی اخی الاحمد، حاجی الاحمد، حاجی آنتن حاجی. چی رو نگاه کن. مای باک بوک. اسم میباخ هر کی یسی میگه، یکی میگه مای باخ، یکی میگه مای باخ، یکی میگه مای خایه. واو. آقا ما داریم میریم سر کار با حاجی برای تهیه آذوقه. من و حاجی ساعت 12 کلاس گلف داریم. خب میگم من دیگه از حاجی خیلی فاصله گرفتم، بعید میدونم ما تو یه دونه کلاس باشیم دیگه.